اگه قرار بود خونه رویایی تو خودت طراحی کنی از کجا شروع می‌کردی؟ امروز کلی انتخاب جذاب داریم. تو فقط بعد بگی کدومش بیشتر به سلیقت می‌خوره. بزن بریم. کدوم در رو برای خونت انتخاب می‌کنی؟ را پله رویایی تو انتخاب کن. کدوم نشیمن رو برای خونت انتخاب میکنی؟ دوست داری با دیدن چه منظره‌ای از خواب بیدار بشی؟ کدوم اتاق خواب به حال هوات نزدیک تره؟ کدوم وان حموم رو ترجیح میدی؟ دستمال توالت مورد علاقت کدومه؟ بالش مورد علاقت رو انتخاب کن. کدوم اتاق کودک به سلیقت نزدیک تره؟ شومینه مورد علاقت کدومه؟ آباژور مورد علاقت کدومه؟ کدوم آشپزخونه بیشتر به دلت میشینه؟ کدوم قفسه یک کتاب بهت حس خوبی میده؟ اتاق گیمینگ مورد علاقت کدومه؟ کدوم اتاق بیلیارد بیشتر به حال هوات میخوره؟ روی کدوم صندلی ماساژور میشینی؟ تخت مورد علاقت کدومه؟ کدوم آینه رو ترجیح میدی؟ پیانوی دلخواهت رو انتخاب کن. کدوم خرس عروسکی رو انتخاب میکنی؟ حیوان خونگی مورد علاقت چیه؟ حیات رویایی تو انتخاب کن. خونه رویاییت ساخته شد. کدوم بخشو بیشتر دوست داشتی؟ توی کامنت ها برام بنویس.